بیشتر یا کمتر مثلا یه وره بهت میاد به میگه گاو لیسیدن. های سلام. این ذرت‌ها رو دیشب هر چقدر پختم 3 ساعت گذاشتم آب پز بشن ولی هنوز خیلی سفتن، یعنی اصلا نمیشه خوردش. بعد گفتم دون کنیم مثلا برای سالاد و فلان و اینا استفاده کنیم. چجوری دون می‌کنیم؟ بکن ببینم چه اینجوری کنیم. اوه واو خیلی باحاله. satisfying. بعد این روزا همش میگفتم که بس دیگه اینقدر مثلا نشین خونه و هیچ کاری نکن، خیلی هم رو روحیت هم روی مثلا زندگی کردن خیلی تاثیر میذاره. چند وقت دنبال کارم توی استخدامی‌ها و اینا، تو سایت‌های استخدام و اینا میچرخم. بعد یه دونه آگهی استخدام بانکی پیدا کردم 28م مال بانک صادرات و 28م امتحانشه. ثبت نام کردیم من و یکی از دوستام زهرا. خیلی سخت ثبت نام کردم. 450 تومان هزینه ثبت نامش شد به غیر از پکیج سوالاش که اونم مثلا چیزی حدود 200 تومان اینا در میاد با اون. شرایط سختی هم هزینه شد دادم. بعد دیگه میخوام مثلا صد خودمو بذارم و بخونم و فلان و اینا. امیدوارم که ولاگا دچار مشکل نشن به لحاظ زمانی که مثلا یه هفته نتونم ولاگ بذارم، ولی اگه شدن هم بدونید به خاطر اینکه دارم واسه این قضیه میخونم. بذار ردیف پیش برم. امروز با بابام میگم، بابام بهم گفت که کت شلوارم قرمز رو آماده کن. بعد کت شلوار سرمه‌ایشو براش میارم، میگم اینه، میگه آره همینه. بچه‌ها یه چیزی یادم اومد الان. من از این چی میگم unpopular opinion وای خدا خیلی زشت بود اینو بلد نبودم. از اینا من خیلی دارم، مثلا چیزایی که اگه بگم همه میریزن سرم، ولی میگم گلزار اونقدر بازیگر بدی نیست. مثلا فیلم کما، مثلا شیش و بش از فیلم‌های مورد علاقه منه. من فکر کنم تا الان 13 دفعه شاید شیش و بش رو دیده باشم. توفیق اجباری واقعا فیلم بامزه‌ایه، خدایی فیلم بامزه‌ایه، ولی اون گریه پگاه کارو خراب کرد. بعد ما با خود گلزار کار نداریم، ولی چون فناش خیلی تعصبیان حال میده اونا رو اذیت کنیم، به خاطر این مثلا پشت سر گلزار حرف میزنیم. الان به جاش میتونیم انرژی ها رو ببریم سمت این امیر مغاره کیه اون. اگه کپشن رو نمیخوندم، کپشن اون پستی که وایرال شده رو نمیخوندم، به خدا فکر میکردم مثلا میخواد از اون ویدیوهای تایم لپس هست میگه دارم تایم لپس میگیرم، بعدش میگه ها خب باشه، بعد خودش هم ادامه میده اینجوری میکنه باشه. من فکر میکردم از اون ویدیو هست. مثلا بلایند دیتا اون روز یکیشون چی گفت دختری که برای خودش ارزش قائل نباشه لباسای برند گوچی و لوئیس ویتون و اینا نپوشه، معلومه که کنسله. تموم شد. این دختره تو هپینس رو خیلی دوست دارم، خیلی نازه. که مثلا بازی‌نویس انگلیسی ببینمش که یه تمرین انگلیسی هم بشه. دارم ریواچش میکنم، من قبلا هپینس رو دیده بودم. بعد این سکانسش touch my heart اینجوریه که یه مریضی توی سطحی مثلا زامبی توری و اینا پخش میشه، بعد این مریضا رو مثلا توی از این کامیونا و اینا نگه داشتن. بعد دختر تحت یه شرایطی دختر همکارش که خیلی هم باش صمیمیه تو اون کانتینر زامبیا گیر میکنه. بعد دختره میخواد بره درش بیاره از بین زامبیا. نگاه اینجا میبینه همکارشو، بهش میگه تا یکم پیش حالش خوب بوده میتونیم نجاتش بدیم. بعد میره سراغش که درش بیاره. اینجا ببین هم خودش هم همکارش اینجا گیر میافتن، بعد میگیرنش.
زامبیا. بعد سربازا میبینن در نمیاد، در میبندن به سر میاد. Oh my god. خدا نگاه نگاه چجوری. Oh my god. این میگن سکانس، این میگن خدا، بعد میگن کره ها خوب نمیسازن. تو کیم چرا که میگه بعد تو بلایند دیتا میگه تایپ چیه، بهش میگه من اول به کفشش نگاه میکنم، اگه کفشش خوب نباشه کنسل میشه. چی میگی تایپ کنی. تایپ. بله خط چشممو میبینی؟ قهوه کلا به نظرم از مشکی خیلی بهتره. چنان اصلا امیدی ندارم که در بیام، ولی از اونجایی که روحم در عذاب از اینکه کار خاصی نمی‌کنم یا تلاش نمی‌کنم، الان آرومم، به خاطر اینکه حداقل دارم یه غلطی میکنم و اصلا من ولاگ و یوتیوب و اینا رو همش به خاطر همین حس خوبش فقط شروع کردم. نیم ساعت بیشتر درس نمیخونم، حالا ندارم واقعا. امروز یه ساعت بیشتر نخوندم، از صبح تا الان خیلی سخته برگشتم به درس. فکر می‌کردم مثلا اگه عزم جزم کنم یه 4 ساعت امروز بخونم، ولی it's okay، نیم ساعت بیشتر نمیخونم. وای عاشق این آهنگم. های دیشب هست بهتون گفتم که نیم ساعت درس میخونم، بیشتر حوصله ندارم، نخوندم. ربع ساعت بیشتر نخوندم. شیشه هم پر گله، دیشب بارون زده، گند زده به شهر. بعد امروز 2-3 قسمت از هپینس رو دیدم. آقای چند تا سکانس این سریاله خیلی منو تاچی میکنه. میدونی چی میگم؟ انقدر ذوق مرگ میشم، خب گشادی دهنم برای این حد از ذوق کمه. یعنی یه سری سکانس های این سریاله این شکلی هست. ولی امروز من بیدار شدم ساعت چند؟ ساعت 5 دیگه. نماز خوندم و اینا، ساعت 5 خوابم پریده بود، نشستم درسم خوندم. درس خوندم، رفتم خوابیدم. بعد دیگه چیکار کردم؟ دیگه بعد ظهر که مثلا ساعت 11 اینا که بیدار شدم، 11 ظهره دیگه، واسه ما میدونی ساعت 5 بیدار میشم دیگه، 11 که دیگه ظهره. حالا هر روز ساعت 1 بیدار میشه. امروز تقریبا یه 2 ساعت و نیم درس خوندم. به نظرم نسبت به دیروزی که حتی نیم ساعتم واسم خیلی سخت بود، خیلی پیشرفت خوبی بود. دیگه چی؟ دیگه بعد اومدیم بیرون. زمستون رو دوست دارم چون انقدر چی میگن، شبش طولانیه، قشنگ کلی کار میتونی تو شبش انجام بدیم. ما الان رفتیم بیرون و برگشتیم و تازه بعد نماز رفتیم بیرون، از اون گفته شام خوردیم و وضو گرفتیم و چیز. بعد منم مثلا میدونی بیشترین حد به خود رسیدگی زدم بیرون، کت شلوار پوشیدم. خب بعد برگشتیم دیگه. هنوز مثلا ساعت چند الان؟ ساعت 9 و ساعت 10 و ربع الان. خیلی خوبه، خیلی دوست دارم. مثلا قشنگ میتونی روتین بچینی، روتین شب درست حسابی و قشنگی داری. بعد نمیخواستم برم بیرون ولی دیگه مجبوری رفتم بیرون، ولی خب خوشحالم الان به خاطر اینکه خوش گذشت. میدونی دلم وا شد بعد از این همه. دیگه ولاگ تا همینجا تموم میکنم. امیدوارم که هفته دیگه بتونم ولاگ بذارم، به خاطر اینکه نزدیکتر میشیم به امتحان، میترسم که نرسم. دیگه ولاگ اینجا تموم میکنم. دوستتون دارم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، خصوصا کامنت، خصوصا از این کامنت هایی که مثلا زمان دارن، مثلا فلان ثانیه راجع به فلان ثانیه یه ویدیو یه چیزی میگه. خیلی دوست دارم، خیلی زیاد دوست دارم. Thank you and goodbye.